تو این ویدیو میخوایم 2 نوع تهچین درست کنیم: تهچین مرغ و تهچین گوشت و اسفناج. گوشتامون رو همراه با ادویه و پیاز میذاریم تا بپزن. گوشت مرغ و گوشت گوسفندی. تو فاصله این که گوشتا پخته میشه برنجتونم باید خیس کنین. واسه تهچین گوشت و اسفناج رو ریز خورد کنین. داخل روغن سرخش کنین. آبش که کاملا کشیده شد و کمی تفت خورد، ادویه رو بهش بزنین: نمک و زردچوبه و کمی فلفل سیاه. گوشتا که پخته شدن اضافه کنیم به اسفناج: 2 قاشق زرشک و 1 قاشق رب انار. رمز خوشمزگی این تهچین همین رب اناره. گوشت مرغ رو داخل روغن تفت بدین. 2 قاشق زرشک و 1 قاشق شکر همراه با زعفرون فراوون. اینم از مواد تهچین مرغمون که یه طعم بی‌نظیری داره. واسه مواد برنجیمون 3 تا تخم مرغ همراه با 1 لیوان ماست. سعی کنید چکیده باشه. اگه چکیده نبود برنجتون رو خیلی زنده تر باید بردارین. ادویه ها و زعفرون فراوون. برنج رو بهش اضافه کنین و هم بزنین. اگه حس کردین زعفرونش کمه دوباره اضافه کنین. تهچین فقط به زعفرونشه. واسه تهچین میتونین از قالبای تک نفره استفاده کنین یا داخل یک قابلمه یا ماهیتابه درست کنین و روی گاز بپزین. من از قالبای تک نفره استفاده کردم. 1/3 همه قالبامو برنج میریزم. حالا موادایی که آماده کرده بودم و میریزم روی برنجم. روی مواد گوشتیمونم باید برنج بریزیم تا قالب پر بشه. اگه ارتفاع قالبتون بلنده میتونید 2 مرحله این کار رو تکرار کنید. میذاریم رو شعله ملایم. تقریبا 25 دقیقه زمان میبره تا تهچینامون آماده بشه. من واسه اینکه چند رنگ دیده بشه روی برنج زعفرونیم 1 لایه برنج سفیدم ریختم. روش میتونین کره آب شده یا روغن بدین. خیلی کم. واسه دیدن آموزش‌های دیگه یه سر به کانالم بزن.